د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په اړه ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واده کېږم، یو ماتم کوم نو پسته واده کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور شنوندگان نهایت عزیز برنامه د خیال انځور رادیو کندوز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثل همیشه یک بار دیگر یک شاعر با استعداد و جوان توانای ولایت کندوز جناب شکر محمد غفوری را دعوت کردیم. جناب غفوری صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. نازمان طبعی که زان شیر و غزل آید بیرون، نازمان طبعی که زان شیر و غزل آید بیرون، هر سخن شیرین تر از طعمی عسل آید بیرون. لایقی فخر است آن اندیشه که از بنیاد آن داستان و قصه و ضرب المثل آید بیرون. در ضمیری چامگو هرگز نباشد مکر و فن، بر زبانش ارچه آید بر عمل آید بیرون. نیست از ارزی عقایق در دلش مشتی اراز، الحق از گفتار وی خیری ملل آید بیرون. دشمنی نافهم را با یک مثل پس میزند، مصرعی شیرش که بر ضدی جدل آید بیرون. دفتر و دیوانش آگنده است از گنجی عظیم، می نبینی که از لبش بوی خلل آید بیرون. خوش به اقبالت غفوری چوم پردازی عزیز، خوش به اقبالت غفوری چوم پردازی عزیز، که از زبان و از دلت نوری زعل آید بیرون. به نام خداوند بخشنده و میربان و درود و سلامتی خدا بر روان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرامیشان. و بعد عرض سلام دارم خدمت جناب آقتوش بزرگوار و همه تعقیب کنندگان محترم رادیوی کندوز. جمعاً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده شکر محمد غفوری هستم، یک تن از شاعرای معاصر سرزمین لعل و لاجورد، بدخشان زیبا و همچنان از ولسوالی شغنان، و اینک با داشته‌های ناچیز خود در خدمت شما قرار داریم. جهان سپاس جناب غفوری صاحب عزیز، شما را خوش آمدید میگیم به ولایت کندوز. ما خب قبلا شما را از ولایت کندوز به معرفی گرفتم به خاطر اینکه شما فی الحال سکونت فعلیتان در ولایت کندوز است. دیگه هر زمانی بیاین رادیو کندوز رادیو همه جوانان با استعداد توانا هست، دیگه رادیو خودتان است. باز هم سپاس جناب غفوری صاحب، اگر خودتان را به مخاطبان رادیو کندوز به معرفی گیرین خیلی خوب میشه. خب بازم تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما که برای ما فرصت دادین و ما را دعوت کردین. از شما تشکر میکنیم و قسمی که قبلا عرض کردم، بنده شکر محمد غفوری هستم، گفتیم از جمله سرایشگران عصر حاضر از ولسوالی شغنان ولایت بدخشان و فعلا ساکن ولایت کندوز هستیم
دیگه از کدام خانواده هستین غفوری صاحب عزیز؟ ما از خانواده یعنی در دیگده روشان متولد شدیم و فعلا در قندوز و سر میبریم چون فامیل در شغلان هستند و ما فعلا اینجا دیگر متوتر تنهایی زندگی میکنیم. بسیار خوش آمدین جناب غفوری صاحب عزیز. سطح تحصیلتان تا چقدر است؟ شما تا کدام لیول یا تا کدام بخش یعنی 2000 فارغ هستین، 14 پاس هستین، 16 پاس هستین، چقدر تحصیل کردین؟ بسیار گپ نازنین. بنده فارغ التحصیل از دانشکده زبان و ادبیات گروه پارسیدری دانشگاه ولایت تخار هستیم دیگه، یعنی لیسانس هستین؟ بله. تصمیم ماستری رو ندارین غفوری صاحب عزیز؟ بسیار علاقمند هستیم و از این روزا در صدد ازی هستیم که باید یا داخل کشور یا بیرون از کشور باید ماستری ما بخونیم. بسیار خوب. غفوری صاحب عزیز چقدر وقت میشه که شما شعر نوشته میکنین و شعر روی آوردین؟ ما دقیقا صنف نهم مکتب بودیم که یکی از اساتید مکتب یک زمینه را مساعد کردند و زمانی که داخل صنف آمدند تا یک آزمایی کوچک داخل صنف ما را آماده بریزی کردند که آیا داخل صنف نوی مکتب بودیم کسی وجود داره که یک تب شعری داره یا یک نسخه را به عنوان نثر نوشته کرده میتونه یا خیر. باز از جمع صنفی ها یگانه کسی که سخن شکسته را در قالب نظم آورد شخص خودم بودم و از اون وقت یک سروده را پیرامون خیرات من نوشته کرده بودم که مورد تقدیر و تمجید اداره قرار گرفت و از پس کم کم علاقمند شدیم که باید شعر بنویسیم. جهان سپاسیانی هستن فی نهم مکتب. به نظرتان چقدر وقت میگذره؟ تقریبا بیشتر از 15 سال میشه. خیلی خوب. تنها انگیزه شمی بود یا کدام انگیزه دیگری هم؟ در اصل انگیزه شیری ما توجه پدرجانم بود. خب پدر بزرگوارم با واسه که تحصیلات بالاتر نداشتن 12 پاس بودند، ولی زمانی که علاقه مرا به حفظ لغت دیدن تلاش کردند که من بعد همونطور تا صنف 12 و تا هر جایی که بر سطح تحصیلی که برسون بعد لغت را همونطور حفظ بکنم و بیشتر شعر میخواندم. از زمان کودکی علاقمند بودم. اشعار مولانا و اشعار ناصر خسرو قبادی بلخی را میخواندم. اشعار حافظ و سعدی را بیشتر مطالعه کرده بودم. باز دیگه همچنان از سوی دیگر پدرم خودش یک شاعر بود، شعر میسرودند و این انگیزه را ما از پدرجانم گرفتیم که بعد ما خودم باید یک شاعر شوم. بسیار خوب. والد صاحب در قید حیات هستند؟ بله صاحب. فعلا جوان هستند و خدا سر پاسند بخیر و سلامت باشند. کسایی که با فرهنگ، با علم، با ادب آشنایی دارن و دوست دارن که فرزندانشان یک گامی را برای ادب بگذارن تا یک ثمری خوبتری به دست بیاید. بدون شک دیگه این مردم قابل احترام است، قابل تقدیر است. خداوند عمرشان دراز بکنه. سلامت باشید. غفوری صاحب عزیز که شما از تشویق پدرجانتان یادآور شدین، کیها بودن که مثلا غیر از پدرتان شما را تشویق میکرد؟ یا کدام وقت کسی براتون گفته که شعری که شما نوشته میکنین این کدام استودی نداره یا این تو شما را متاثر ساخته باشه؟ در سطح مکتب عرض کردیم خدمتتون که اداره و معلمای مکتب میشه با ما همکار بودن در این زمینه، چون از استعداد ما که با خبر شدن باز اونا بسیار مورد تشویق و ترغیب قرار دادن. و زمانی که به دانشگاه آمدیم از بازم همونطور یک پروسه را اندازی شد داخل صنف که از اساتید بازم این کار کرده بودن و ما داغوی همچون استادا هستیم که اونا همچون شرایط ها را برای محصل یا برای دانش آموز مساعد میکنن. بازم یک تن از استادای دانشگاه همونطور یک پروسه را اندازی کردن و اونا هم خواستن که بعد بدانیم که در صنف کسی وجود داره که چون ادبیات میخواندیم، ادبیات پارسیدری، بازم یک سوژه را انتخاب کردن و ما همچنان مثلی که در مکتب شعر سروده بودم اینجا یک شعر ترتیب دادم و این شعر استاد به اداره بردند و استادان خواننده ادبیات کلا بالای شعر نقد نظر کرده بودند و بنده را به اداره خواستند و اونجا ما مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتیم و از او پس بیشتر یعنی ما انرژی گرفتیم که باید شعر و سرایشگری را باید ادامه بدم.
بسیار خوب. یعنی نه تنها که پدر شما را تشویق کرده، از طرف حمایت اساتیدم بوده، اساتیدم شما تشویق بدون شک شدن. غفوری صاحب عزیز، یک شعری از شما در لحظات برنامه میشنویم. یک غزل من خدمت شما تقدیم میکنم، البته به زبان فارسی است و بازم به زبان‌های بعدی هم ان شاء الله شعر خواهیم خواند. ان شاء الله. به زیبایی مثال مادرت از حسن لبریزی، به زیبایی مثال مادرت از حسن لبریزی، گلندام و پریفام و دلارام و دلانگیزی، نگاه را زلف گلبیزت به تندیسی خزان ماند، مثال روزها زردینه و از جنس پاییزی، نگاه را زلف گلبیزت به تندیسی خزان ماند، مثال روزها زردینه و از جنس پاییزی، یقین که ابروانت صید می سازند خاطر را، به قصد جان عاشق دلربایم خنجری تیزی، هجوم چشمهایت استراتژی چنگیز است. یک بار دیگه. هجوم چشمهایت استراتژی چنگیز است، خراسانی استی اما بظاهر نسل چنگیزی. یک بار دیگه. هجوم چشمهایت استراتژی چنگیز است، خراسانی استی اما بظاهر نسل چنگیزی، وفا را عشق را زیبا پسندی را بلد استی، چه با برنامه ای و ای عجب فوتی و پرویزی. وفا را عشق را زیبا پسندی را بلد استی، چه با برنامه ای و ای عجب فوتی و پرویزی، غفوری را چو مولانای رومی بی وطن کردی. غفوری را چو مولانای رومی بی وطن کردی، ز بس که اهل دل استی مثال شمس تبریزی، به زیبایی مثالی مادرت از اوست لبریزی. خیلی عالی، نهایت زیبا. تشکر زیاد. بسیار شعر عالی بود. کیف کردیم. خیر و سلامت باشید. غفوری صاحب عزیز واقعا از مولانای بزرگ، از شمس تبریزی که یکی از شاعرای بسیار بزرگ فارسی دری است، از قیمت‌های حوزه زبان فارسی هستند. دقیقاً. غفوری صاحب عزیز چند پارچه شعر رشته کردین؟ ما حدوداً بیشتر از 1500 بیت شعر دارم به 3 زبان، البته زبان شغنانی، زبان پارسی دری و همچنان به لهجه روشانی که قبلا خدمتتون عرض کردیم که هنوز تعداد گوینده‌اش کمتر است و کتابت هم کمتر داره، ما برش لهجه گفته میتونیم، چون من خودم زاده سرزمین روشان هستم و به این زبان خاص می زبان من رشد بتم و سرش تلاش بکنم، یا در قالب نظم یا در قالب نثر، حداقل فعالیتی سرش باید داشته باشم. نهایت زیبا. شما یک موضوع را اشاره کردین که زبان روشانی. بله سید. آیا این زبان گرامر از خود داره نداره؟ برای ما چون این جالب است و شاید شنونده های ما نشنیده باشند. زبان روشانی طبعا تازه است، یعنی برای بسیاری از کسان هنوز گنگ و ناآشناست و زبان شغنانی بیشتری از نفوس افغانستان با این زبان آشنایی داره و همچنان گرامر مستقل داره از خود و کتابت بسیار زیاد هم داره، شعرهای بسیار نامدار هم داره و همچنان در پلویش این زبان یک زبان غنی است. بله، ما با زبان شغنانی و زبان روشانی یعنی ما برش لهجه میگیم، چون در کتابت و همچنان در از لحاظ نگارش و ساختار با زبان شغنانی یکی از صفر، از لحاظ گفتار تفاوت داره. واژه‌هایی به نظر یمو یعنی دوری از مرکز ولسوالی یک زبان یعنی با تغییر اندک دیگه. البته به خاطر اینکه ما با زبان شغنانی اکثریت مردم افغانستان نظر به گفته شما یعنی مردم افغانستان آشنایی دارن و معلومات دارن که مثلا در ولایت زیبای بدخشان یک ولسوالی بسیار زیبا به نام شغنان است که با رسم و رواج خیلی خوب، ولی با زبان روشانی را که شما گفتین این چقدر دورتر از مرکز ولسوالی زیبای شغنان است؟ روشان
تقریبا حدود 2.5 ساعت راست از مرکز ولسوالی تا به روشان که روشان تنها باز در سرحد افغانستان نیست، او طرف تاجیکستان هم مردمای روشان زیاد است و اصلا باشنده بیشتر او طرف تاجیکستان است. مقابل روشانی طرف و طرف هم تعداد یعنی گوینده زبان روشانی او طرف بیشتر است نسبت به طرف. دقیقاً چقدر فاصله داره با مرکز شغنان؟ 2.5 ساعت راه است از طریق موتر. بله. خاطر ازی است که اما چیش تفاوتی وجود داره بدون شک. خب یگانه یعنی تغییراتی که در زبان خلق می شود نسبت به سرحدات است و دوری یا یک مرز مانند کوه ها باشه یا دریا باشه، یک حداقل سرحد مرزی وجود می داشته باشه تا اینکه یک زبان از زبان دیگر یک چیز تفاوت تغییر است. در زبان البته لهجه روشانی قبل از شما هم کسی کار کرده؟ نکرده که شما گفتین ما شعر نوشته کردیم، قبل از شما هم کسی در این بخش کار کرده؟ آیا شما چقدر پیش رفتین؟ چون این یک لهجه است، در یک زبان کار کردن آسان است، ولی برای یک لهجه استراکچر ساختن یا گرامر ساختن یا برای از او لغات غنی پیدا کردن این کار هر کس نیست. دیده شما خودتان این کار انجام دادین و یا کسی دیگری هم قبل شما در این راه قدم مانده و همراه شما کی همکاری می‌کنید؟ خدمتتان عرض کردیم که اصلا در این سمت افغانستان که باشنده روشان و مردمش تا فعلا یگانه کسی که سرش بیشتر کار کرده خودم هستم و همچنان از او بر دریایی که باشندگان یعنی روشانی و طرف اونا بیشتر کار کردگی هستند. یک شاعر به نام سردار رادار میگن که یک 2-3 جلد کتابم به زبان روشانی نوشته کرده است. بله. غفوری صاحب عزیز چقدر شعر به فارسی نوشته کردین؟ اگر ارقام برای ما بود تعداد چقدر شعر نوشته کردین به فارسی، چقدر به زبان شغنانی و چقدر به زبان روشانی؟ اگر اشتباه نکنم یعنی بیشتر از 1000 بیت شعر به زبان شغنانی و روشانی نوشته کردیم و همچنان متباقی اشعار و زبان فارسی است. این شما کتاب ساختین؟ آماده کتاب است، آماده چاپ است، ولی نسبت به بعضی مشکلات هنوز اقبال چاپ نیافته. ان شاء الله چاپ در حدود 3 کتاب بنده یعنی آماده برای چاپ است که یکی به نام قطره غزل، دیگری هم به نام زیرعنوان نردبان دو بیتی و رباعی و دیگر شعر پیغام به زبان روشانی. شعر پیغام. بله. غفوری صاحب در کدام قالب شعر شما کار کردین و چه نوع شعر را دوست دارین؟ من اگر اشتباه نکنم اکثر قوالب شعری را من زیر نظر دارم و سرشان شعر نوشته کردیم. یگانه قالبی که من استفاده نکردیم چی بود؟ ترکیبند و ترجیبند. خب دیگه همه قوالب سبک سنتی و سبک معاصر ما در این قالب شعر گفتیم. سبک شعریتان چی است؟ ما گرویده سبک معاصر هستم و یک شاعر یعنی غزل سرای معاصر هستم. خب بسیار خوب. از شعر چه کسی متاثر شدین؟ بیشتر مطالعه ما اشعار حضرت مولانای بزرگوار و همچنان ناصر خسرو و یکی از یعنی نامدارترین شاعران ولسوالی شغنان به نام سید زمان الدین عدیم که اونا هم یک شاعر بسیار برجسته‌اند در شغنان زیبا و شغنان فعلا شاعرای بسیار زیادی داره، به خصوص جوانای فعلا بسیار تلاش دارند برای شعر و یک تن از جوانایی که همسن و قطار خودمان است به نام احسان الفت میگن و یک تن دیگه هم به نام احسان الله ایدری ورخش. این شاعرها هستند که اونا شعرهای بسیار پخته و بسیار شعرهای هم تو منظم را در زبان شغنانی نوشته کرده هستند و ما دیگه بیشتر اشعار از وار مطالعه میکنیم و خود من مثلا یک شاعری هستم که به سبک نو یا عصر نو بیشتر توجه دارم. خب بسیار خوب. شما از مولانای فقید یاد کردین؟ بله. و گمان کنم یک شاعر دیگر هم سید زمان الدین عدیم. سید زمان الدین عدیم شغنان زیباست. مثلا ما در بدخشان زیبا یکی از شاعرایی که بسیار نامدار است و ما در زبان ادبیات در مکتب ما خواندیم البته در مضمون دریمو به نام مخفی بدخشی. بله بدخشان خوب یک سرزمین شاعرخیز است. در کل اگر ما تاریخ بدخشان را بخوانیم شاید نسبت به دیگری ولایت بدخشان شاعر زیادتر داره، هم از ذکور هم از اناث. حتی در ولسوالی زیبا که بدخشان یک فامیل مکمل شاعر هستند. یک مادر همراه 4 تا دخترش اونام
یعنی از بس که شعر و شاعری در اونجا بسیار یعنی به اوج خود رسیده و مردم علاقمند ازی هستند که از هر خانه شاید اگر از هر خانه نباشه بازم دمی اصل فعلی اکثر مردم علاقه به شعر و ادبیات است، علاقه زیاد دارن، علاقمند هستند. اگر مثلا براتان چندین ویدیوی از شعرا براتان پیشتان باشه و شما براتان بگویید که یک کسی براتان بگوید که شما در این 10 شعر یک شعر گوش بگین از کدام شاعر می باشه که شما خیلی دوست دارید؟ در عصر حاضر بیشتر علاقمند اشعار استاد جهانگیر زمیری هستم. واقعا اشعار بسیار پخته و بسیار یک اشعار شیرین نوشته میکنند و همچنان یک سبک خیلی شیرین هم دارن، سبک شیریشان. خب خیلی عالی است. غفوری صاحب شما خود را امتراض کدام شاعر میدانید؟ اصلا خود را ما در زمینه شعر و شاعری با کسی قیاس نکردیم و قیاس هم نمیکنیم و ما در صدد ایجاد یک سبک جدید هستم و کوشش دارم که بعد از تقلید و از استفاده از واژه‌هایی که قبلا شاعرها استفاده کردن در اشعار خود، واژه‌هایی که مثلا ما اکثرا امروز زمانی که اشعار شاعرای معاصر را می‌خوانیم کلا یعنی در تقلیدگرایی علاقمند هستند و ما در پی ازی هستیم که باید یک سبک مختص به خودمان را داشته باشیم و کاری بکنیم که یک نوآوری را باید در ارتباط بیاریم. شما و خود را با کسی قیاس نمی‌کنیم در این زمینه، اصلا قیاس کردن خود با دیگران یک کار بسیار دشوار است. شما فرمودی شما ما را به شعر از خدا بیامرز شاعر نامدار ولایت قندوز و به حساب کسی که در افغانستان از لحاظ شعر غزل بسیار محبوبیت داره، استاد پسرلی یاد انداختین که میگه نور پس تک سړی خړمخی کړي ګرد د لارې وګوره د شپون پر مخ. یعنی شما گفتین که آدم پشت دیگه کس باید نگردنی، خودشان یک میگه در پای دیگه چی نباش، خودت یک کسی باش، نه دیگه خیلی یک این اعتماد به نفس از کجاست؟ خب بدون شک یک انسان زمانی که در عرصه یک هنر قدم میگذاره باید در تلاش ازی باشه که از خودش یک چیزی داشته باشه. دقیقاً. چون فرض مثال ما نمیتونیم که امو سوژه و نمو واژه های پخته را که از مولانا استفاده کرده اگر من دوباره با استاد بتونم در اشعار خودم اصلا یک چیز بی کیفیت خواهد بود برای مخاطبان. بعد که انسان تلاش بکنه یک هنر را زمانی که در پیش میگیره باید هنر را به پای کمال برسانه و از خود یک چیز بسیار جدید و تازه را باید خلق بکنه تا اینکه جذاب‌تر بیاید و برای مخاطبین هم یک چیزی باشه که دقیقاً ارزشمندتر خلق شود. دقیقاً. بدون شک. غفوری صاحب عزیز در این لحظات برنامه چون شاید شنونده هم از شعر شما لذت برده باشه و در این فکر هستم که یک شعر دیگه هم از شما باید بشنویم. خب اگر اجازه بدین یک شعر در یعنی بازم در زبان فارسی میخورم و این امو منطقه‌ای که ما در اونجا زاده شدیم خواستیم یک شعر بعد از یاد رس بخوانم در ارتباط به زادگاه خودم. این البته در قالب مسمت است. مسمت نشنویم. بیتری از کابل و شهری مزار و بامیان نیست مانندی تو زیبا مشهد و نه اصفهان. بوی جنت میری و رونق استارگان جان من روشان من ای خطه روشندلان. یک بار دیگه. جان من روشان من ای خطه روشندلان. از دلی اردره‌ات آبی صفا آید برون از میان سبززارت توتیا آید برون چار سویت نغمه موسیقی آید برون. جان من روشان من ای خطه روشندلان. مشت خاک از زادگاهم بیتر از سیم و زر است. برگ و باری اردرختت خود طلا و دلار است. سنگ و خاری بی مثالت لاجورد و گوهر است. جان من روشان من ای خطه روشندلان. فخر پامیر است دریای خروشانت وطن جنت الفردوس باشد دشت و دامانت وطن. درج تاریخ است در یک راد مردانت وطن. جان من روشان من ای خطه روشندلان. یک بار دیگه. فخر پامیر است دریای خروشانت وطن جنت الفردوس باشد دشت و دامانت وطن. درج تاریخ است در یک راد مردانت وطن.
جان من روشان من ای خطه روشندلان. باید آنازید بر اتباع با فرهنگ تو، دوست باید داشت نسلی فارغ از نیرنگ تو. سجده میزی بر سری شنزار و خار و سنگ تو، جان من روشان من ای خطه روشندلان. ساعتم تیر است و وقتم در گلستان تو خوش، روز و شامم در کنار جوی باران تو خوش. بر سری خانی غفوری توت و تلخان تو خوش، جان من روشان من ای خطه روشندلان. جان من روشان من ای خطه روشندلان. شکر از که گوش فراموشید. کیف کردیم غفوری صاحب عزیز. سلامت باشید. دیگه البته اینجا ان شاء الله اگر زندگی بود تو تلخانش شما یادآور شید. انتظارمند هستیم که بیایید. تو تلخانش بخوریم. اینجا یک واژه را خدمتتان عرض کردیم که جان من روشان من ای خطه روشندلان، که اصطلاح را حضرت حکیم ناصر خسرو و قبادیان بلخی به کار برده. ناصر خسرو زمانی که به روشان سفر میکنه در عصرش، اونجا مردم را به گونه استقبال میکنن با دفع با بعضی از اونمو گفت سخن مالی وطن. در وقتی که بوده بعد ناصر خسرو در اونجا یک بیت میگه که روشندلان روشان آینه صفااند، زنگ از دلی غریبان صیقل زده زدایند. باز ما خواستیم که یک مهر به سخنانی از او بدون بزنیم. شک. بله دقیقاً. و کن هر جای سرزمین زیباست، قابل قدر است و هر ذره از خاک به حساب سرمه میگیم برش. نمیفهم شما برش چی میگیم. سرمه چشم است برای ما. غفوری صاحب عزیز، شما نظم نوشته کردین و اگر نظم نوشته کردین در کدام قالب نظم شما بسیار کار کردین؟ خب نظم را زیاد نوشته کردیم، چون از گاهی که آدم تازه آغاز بکنه فرق بین نظم و شعر یک فرقیتی وجود داره، تفاوت بین زیاد وجود داره. بله، چون شاید خودتون بهتر بدانید که شعر یک چیز پخته تر است به نظم، از لحاظ خیال، از لحاظ احساس، از لحاظ پختگی و درونمایه یک چیزی بلندتر است. و نظم ما میتونیم مثلا هر شعر ما نظم گفته میتونیم، ولی هر نظم را ما شعر گفته نمیتونیم، چون نظم میتونه که تنها موزون مقفا باشه، ولی شعر یک چیزی نسبت به نظم بلندتر است و با اخلاق و با احساس بلندتر نوشته میشه. بله بدون شک. و در قالب نظم خب ما اکثرا غزل نوشته کردیم، نظم بیشتر نوشته کردیم. یعنی نظم نوشته کردیم؟ بله غزل نوشته کردیم. با شعرا و ادیبای ولایت قندوز و شما از بدخشان زیبایت کردین، این تو کدام روابط شما داریم؟ راستی با شعرای بدخشان در کل رابطه داریم و همچنان ارتباط ما فعلا در حد صحبت اگر نشوه، ما حتی با شاعرایی که در ایران یعنی حضور دارن، شاعرایی که در تاجیکستان حضور دارن، اشعار ما نزد از او است و از طریق کمی صفحات مجازی با اکثر شاعران ما آشنایی داریم. خدا را شکر از طریقشان مورد تقدیر و تمجید هم قرار گرفتیم و اینمی صفحات است که ما را وصل کرده با بیرون از مرزم. تا یک بنیاد به نام بنیاد جهانی سخنگستران سرزمینش است که در ایران فعالیت داره. شاید شما آگاهی داشته باشین پیرامونش دبیرکل و مؤسسش از بغلان است. باز اونا در اونجا فعالیت بسیار گسترده دارند و دکتر بسم الله شریفی مدیر مسئولش هستند که تقریبا اگر اشتباه نکنم یک 30 چند اثر دارن خودشان و سروده های بنده نیز شامل کتاباشون هستند اونجا چاپ شدن. یعنی و تاجیکستان هم چاپ شده. شما هم جزئی از کتاب شده دیگه؟ کتاب شده بدون شک، هم در تاجیکستان، هم در کانادا و هم در ایران. خیلی غفوری صاحب، شما کسی هستین که فارغ از جغرافی افغانستان شناخت ندارید. بله زحمت شما را مردم میشناسن. اتنی کنید. والا ما خود خیلی خوش شدم به خاطر از اینکه ما همچون جوانایی که شما هستین و شما میبالیم. غفوری صاحب یک شعر شما میشنویم؟ اگر فرصت بدین و زبمو لهجه شیرین روشانی مک مخمس را خدمت شما قرائت میکنم. میشنویم. خدا کنه که شما را خسته نکرده باشیم و همچنین شنوندگان عزیز نیز حوصله خود را حفظ بکنن. یگان یگان حقتای عرض دادت سخنم، فشار صد ترسکل ساخ و پیراهنم، یه باره چرت میاست لم خراب چیز خوتنم، یه 16 پاس یه خیچین خود چادر از ستنم،
دلیل دست گمان، دلیل دست گمان خیل درت از وطنم. یه بار خستگی چرت نیست جدا از ما، یه بار قافله درد نیست زبا از ما. نفهم چیز کسوج غجدیت گناه از ما، نلوف دیار کچیز ساوت اشتباه از ما. خدای فهمد خوبت گیر تاندها روانم. ملال دل خو خزانت بهار اس نکنم، خو عمر تیر سدت روزگار اس نکنم. بغیر قینی دیگر کاروبار اس نکنم، وفای دوستتا میریار اس نکنم. مریض قمر جنو تفز دوخچ ارچمنم. خدای از مگناین خوتن نور درکه، بشند کار دویست خرابین درکه. یه بار لطف کست ارمقاب نور زرکه، خوشی زغام خدایا مغاز با سرکه. خلاص از کلپای سامتا قطار سفرم. بسیار عالی. اگر یک ترجمه خلاصتری شما برشین خوب شیر امی خیلی خوب میشه. روزگار آدمی را در داخلش داره و امی شرایط و وضعیتی که مثلا یعنی دردسر از بیکاری از بعضی موضوعات اشاره داشته شیر. چون یک انسان طبیعتا دیگه این موضوعات را گاهی وقت در عالم ناراحتی یا پریشانی اگر انسان قرار بگیرد من یک چیزی را به عنوان شکایه‌نامه هم نوشته میکنه. دقیقاً. شما یعنی از احساساتتان برای ما سخن گفتین. بله. چی وقت الهام شیری برای شما میاد؟ خب الهام شیری برای خودتان معلوم است که یک انسان زمانی که دچار یک استرس میشه گاهی یا دچار یک فشار میشه یا از گاهی که آدم در عالم خیال قرار میگیره و در لحظات تنهایی آدم قرار میگیره، چون شعر یک چیزی است که ما به نظر خودمان داد خداست. هر کس هم نمیتونه که مضمونی را در قالب شعر بیاره. این اگر بگوییم وابسته استعداد است، به استعداد وابسته کردن نمیتونیم شعر. چون بازگل بدخشی یک چوپان بودن، تحصیلات بلند نداشتن و شاید احتمالاً ختم خواندن نتونستن، ولی احساس شیری و احساس خواندگی در وجودش بود و از گاهی که با مال و دمو ساعتی که چوپانی میکرد در عالم خیال لحظه قرار میگرفت یک مضمون پراگنده را به شعر می آورد. ما اکثرا در عالم تنهایی قرار میگیریم، بیشتر اون وقت قریه شعری ما گل میکنه و باز یک نسخه را یک مضمون را در قالب شعر میاریم. خیلی عالی. پلیس عزیز، آیا شما توتاهای شعری تان برای قبل از اینکه شما یادوارشین در زمان پانتون و زمان متعلیمی شما استادان رایتان همکاری میکرده، حالی کسی هست که امروز شما یک همکاری بکنه مثلا توتاهای شعری تان اصلاح بسازه و نقد یک داشته باشه؟ دیگه شما یک خبر کسی میدین که برای شعر شما نقد بگذاره و انتقاد بکنه؟ یک انسان اگر فیلسوف هم باشه بازم باید نقد پذیر باشه. در عرصه هنر انسان نیازمند است که باید نقادان را بپذیره و این کار برای غنامندی و برای یعنی بهتر شدن آثار یک شاعر یا یک نویسنده یک کمک بسیار بزرگ است و این را باید ما با جان دل بپذیریم که باید کسی باشه که یعنی اشعار ما را یا داشته های شعری ما را یا ارزش های هنری ما را باید نقد بکنه. این انسان باید بپذیره با جان دل، چون این به ضرر انسان هیچ وقت نمی باشه، حتی به نفع انسان است. بسیار خوب. و از طریق انجمن‌ها و اشعار ما نقد شده، یعنی وقتایی که ما تازه به شعر رو آوردیم و با انجمن‌ها تازه وصل شدیم میگن موضوعات رو ما نمیدونستیم، انسان جامع کمالات نیست، حتما سو و خطا و اشتباهاتی از انسان سر میزنه و شعر دنیای شعر یک دنیای بسیار پیچیده است. نیازمند است که آدم باید عروض را بهتر بدانه، علم عروض را و مو یعنی شاید اومد شعر رو آدم خوبتر و قشنگتر باید بدانه تا اینکه اشعارش پختگی برسه و از پس بازم به نظر من انسان هر چه رشد هم بکنه بازم نیازمند نقد است. بسیار خوب. در عرصه شعر استاد داریم؟ گفتیم ما برای خود استادی را ما انتخاب نکردیم ولی سر میزنیم به کتاب ها. کتاب خودش استاد است و استاد نخستین ما گفتیم پدرم بودن، چون غزلای پدر خودم میشه مطالعه میکردیم و بس شیرینیشون کیف میکردیم و اونمو احساس در ما زنده است هنوز و هنوزم شوق و علاقه بیشتر شده روان است که باید ما کاری بکنم که دقیقاً یک کسی باشم که چون
بنیامین فرانکلین میگه که اگر بخوای که پس از مرگت فراموش نشوی، یا کاری بکن که قابل خواندن باشد، یا چیز نوشته کن که قابل خواندن باشد، یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد. انسان اگر بخواد که جاودانه باشه، به همچون هنرها و همچون کارها باید دسترسی داشته باشه. و شعر یک چیزی است که انسان را به نظر من همیشه زنده نگاه می‌داره. شما باز هم از شما میپرسم، از شعرا استفاده کنین، نام بردین البته با معذرت. به نظر شما در عصر حاضر که شما بسیار مطالعه کردین، شعری که از چی کسی یا شعری که بسیار پخته است، شیرین است؟ خب شاعرای عصر حاضر در کل اگر یک شنام بسیار اشعار شیرین ناب می‌سرایند و ما گفتیم من متأثر از اشعار استاد جهانگیر ضمیری هستم و فعلا یک شاعر جوان دیگری از بدخشان به نام احسان بدخشانی که غزل جدید می‌سرایند، یک قالب بسیار تازه است و دیگر من اشعار از او را بسیار مطالعه می‌کنم و عاشق سبک شعریشون هستم. بسیار. غفوری صاحب عزیز، یک شعر میشنویم از شما. بازم یک شعر، البته با معذرت دو شعر از شما میشنویم مسلسل. درست است. یک شعر دیگه هم به زبان شغنانی، شعر قبلی به زبان لهجه روشانی بود، یک شعر به زبان شغنانی براتون میخورم که عید و قربان هم نزدیک است و این شعر ما در رابطه با عید و قربان نوشته کردیم، غزل است البته. ایران خدمتتون میخونیم و بعد از او یک شعر فارسی را بازم برای شما دیگران خواهیم کرد. عید قربان تسیاد لک تو خیزندیر ویم، عید قربان تسیاد لک تو خیزندیر ویم، دتو نازند اجن و از رخ پاکیت گیر ویم، در وداوم یه نفس از تو بطن نست رازی و از نجیر جنب خدا از تو تماشا سیر ویم، که یک بار مسینات خود تو تیمین خود میست، که یک بار مسینات تو تیمین خود میست، سب زیب سید اگر وزگا تو خود تعبیر ویم، یا تو خوش روی که کت نثم براست سویان دیر، خیر اگر وست و براست رحم جنت ترخیر ویم، عید قربان تسیاد از فک چیز مستیر، ات یدن دست تو پاچید ملاکن ویر ویم، عید قربان تسیاد از فک چیز مستیر، ات یدن از تو پاچید ملاکن ویر ویم، از خوشندین که ابور سیر غفوره نرخاب، مار نیسم تا چت سار گرمس پیر ویم. بسیار تشکر. این شعرتان در رابطه شعر غزل بود و همچنان در رابطه با همین عید قربان بود و همچنان یک غزل عاشقانه، کاملا عاشقانه بود. بسیار خوب. یک شعر دیگه شما میشنوید. این شعر خدمتتان تقدیم میکنم که به حساب مو یعنی ارزشمندی زبان روشانی نوشته کردیم، حتما البته به زبان فارسی است. میشنوید. شعله دارد در دلم عشقی زبانی مادری، شعله دارد در دلم عشقی زبانی مادری، می درخشد چون فروغی بی غباری مشتری. چه تخیل زیبایی کاری دیگه. شعله دارد در دلم عشقی زبانی مادری، می درخشد چون فروغی بی غباری مشتری. شیر من آیینه روشنگری گفتار من، شیر من آیینه روشنگری گفتار من، هر که می خواهد بداند چیست در آن برتری. زاده روشانم و روشانیم باشد زبان، زاده روشانم و روشانیم باشد زبان، می سزد روی زبانی خود نمایم داوری. سر امی بازم برای حفظ عمرانش، بلی بر جهانی گشترش دارم امیدون باوری. دوستش دارم چنان که ناصری خسرو نریخت، دوستش دارم چنان که ناصری خسرو نریخت، پای ارناکس مقام و ارزشی دری دری. پاس می دارد غفوری این زبانی عشق را، پاس می دارد غفوری این زبانی عشق را، نغز می پنداردش خلقی بدخشان تا اری. شعله دارد در دلم عشقی زبانی مادری. بسیار عالی فوری صاحب. البته زیر پای مادر جنت است. بدون شک. دیگه زبان مادر خیلی شیرین است. بی‌نهایت شیرین است. غفوری صاحب عزیز،
در لحظات اخیر برنامه هستیم. پیامی دارین، شعری دارین، شنونده های عزیزی ما میشنون. خب یک شعر دیگر را در لحظات پایان برنامه خدمتتون میخوانم و بعد از او پیام خود را میگذاریم و چون هوا یک ذره گرم است دقیقاً دیگه مخاطبان عزیزم خسته نشون. ان شاء الله این شعر خدمتشان به دکلمه میگیریم و بعد از او با شما خداحافظی میکنیم. ای آسمان مبار که آولی دلم بد است. ای آسمان مبار که آولی دلم بد است. آثار خنده بر لب من 0% است. تلخ است آل زار من و روزگار من. یا رب فشار زندگیم بیش از حد است. تلخ است آل زار من و روزگار من. یا رب فشار زندگیم بیش از حد است. آینه خیال تویی گشته از امید. ذهنم مریض خسته و شاک و مردد است. رنگی رخم پریده شد در ویزگان شهر. رنگی رخم پریده شد در ویزگان شهر. اینگار استیم امنا کار آمد است. عمری عزیز رفت به باد فنا دریغ. موی سرم سپید و بسی ناخوش آمد است. عمری عزیز رفت به باد فنا دریغ. موی سرم سپید و بسی ناخوش آمد است. تقدیر نیست تقدیر نیست با من ناسوده سازگار. دردی دلی غفوری مسکین چه سرمد است. ای آسمان مبار که آولی دلم بد است. خب شعر کیف کردیم. سلامت و بخیر باشید جناب آقتاشت بزرگوار. بازم تشکری ویژه من به شعر هستند و میل دارند که شاعر باشند. برایشان پیام مایی است که قبلا در آغاز ما عرض کردیم که یک شاعر خوب کسی است که چون این عرف من است، عرف استاد ملک الشعرای بهار است که میگن یک شاعر باید اولا از اخلاق بی‌نهایت بلند باید برخوردار باشه که احساس سرچشمه اخلاق است و برای شاعرها ما تاکید میکنیم که از اخلاق بسیار منظم کار بگیرند و همچنان رسالت زبانی و فرهنگی خود را حفظ بکنند و در پهلویشان کاری بکنند که در پی ایجاد تغییر باشند و از خود یک چیزایی را خلق بکنند که برای غنامندی به هر زبانی که اونا کار میکنند، چه زبان پشتو باشه چه زبان پارسی باشه، به هر زبانی که اونا علاقمند هستند شعر بگویند، باید یک تغییر و یک ایجاد تازه را باید خلق بکنند. جهان سپاس غفوری صاحب نهایت عزیز. خوشحالیم که با شما بودیم. ممنون، سلامت باشید. انشالله برنامه های بعدی در است شما را عالی ما به دست آوردیم. همیشه بعد خدمتتان هستیم و در بخش ادبیات فارسی از پیش شما صحبت میکنیم. انشالله بس هستیم. در بخش زبان روشانی که شما کار میکنین، البته چیزایی که شما نو برای زبان پیدا میکنین و در بخش گرامری ازی، در بخش لغاتی ازی از شما باز میشنویم. انشالله هستیم، در خدمت هستیم. رادیو کندوز رادیو همه افغان هاست، رادیو شماست. میدانیم دیگه این رادیو در خدمت شماست. تشکر زیاد. ما بازم خدمتتان عرض میکنیم که از حاصل معرفت با شما و یکی به رادیوی کندوز تشریف آوردیم. بینات خوشحال هستیم و انشالله در برنامه‌های بعدی با آمادگی کاملتر، با آمادگی پختر در اختیار شما قرار خواهیم گرفت، چون فعلا اگر کدام سهو و خطا اشتباهی از ما سر زده باشه بدون آمادگی در حضورتان قرار گرفتین دیگه ما را بزرگواریتون باشید. شما بزرگوار خیر و سلامت باشید. جهان سپاس شنوندگان نهایت عزیز برنامه دخیال انزور رادیو کندوز که تا حالا با من احسان الله آقتاش محمد خیل بودین. شماره های تماس ماست 0792 36 38 48 و 0747 064 299. تا برنامه های بعدی خداوند یار و یاور شما. در خیال انزور د خبرونه درنو اوریدونکو یو نړۍ مننه چې تر دې دمه موږ سره وي او خبرونه مو په مینه اورېدلې وي. تر بیا چې زه احسان الله آقتاش محمد خیل شاعر او د یوې نوې خبرونې سره ستاسې حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی څښتن تعالی سپارم. ښه وخت، ښې چارې. د خدای په امان.